سلام بچه‌ها، چطورید؟ تا پلیرم و خوش اومدید به اولین ویدیو چنل 3. این چنل بچه‌ها شاید بگید برای چیه؟ این چنل بچه‌ها برای اخبار ماینکرافتی. من قبلا ویدیو می‌ذاشتم از اخبار ماینکرافتی، چه می‌دونم ماینکرافت لایف، اسپیدران‌های ماینکرافت. کلا این چنل قراره برای کانتنت قدیمیم باشه، کانتنتی که قبلا میذاشتم. و چنل یکم کلا دیگه میره رو چالش و کارهای سخت و عجیب غریب. تاپ سخت کوش در چنل یک حضور داره و اینجا تاپ اخبار، تاپ خبری، تاپ خبرنگار رو داریم اینجا. بله. و بچه اومدم با ماینکرافت لایو. داخل این ویدیو بچه قسمت‌های مهم ماینکرافت لایو گذاشته شده با ریاکت خودم، یعنی دارم ریاکت می‌کنم چون می‌بینید لایوه. و قراره ببینیم داخل آپدیت جدید قراره چه چیزهایی باشه و چه چالنجایی می‌تونیم باهاش اجرا کنیم. و بچه‌ها بعد از این ویدیو احتمال داره یه روز بعد یا 2 روز بعد فکر کنم سریع بذارم یه ویدیو میذارم در مورد بررسی لایو. و اون ویدیو قضیهش اینه که کلا فقط بررسی میکنیم که چه جوری بود، چیزایی که قرار اضافه کنن آیا خوبه بده مقایسه میکنیم. این ویدیو فقط در حال ریاکت کردنم. ویدیوی بعدی در مورد بررسیه، پس اگه بعد دوباره بررسی اومد اینجا ویدیو بعدی بریم. و همین نکته نداره، من میرم 55 دقیقه دیگه میام با هم ببینیم. خیلی خب بچه‌ها، من برگشتم و فکر کنم یه چیز جا انداختیم، یه خردهشو ندیدیم، یه چیزایی دارن گفتن، یه سری رندومی دارن اینجا بود. البته بچه فکر کنم اینا در مورد بیشتر چیزای یوتیوبرها و یه سری کانتنت کریتورها دارن در مورد لایو حرف میزنن. فکر کنم نکته‌ای داشته باشه. یه لحظه صحنه بدی اومد جلوی چشم، چه جالب. آره یه مرغ داره، یه شتر اندرمن منطقیه. توف میکنه. Welcome to Minecraft Live 2024. ایول سلام دوباره این. From the home of Minecraft here at our office in Stockholm, Sweden. چقدر استودیوی عجیبی داره ماینکرافت، یعنی استودیوش همه جوره شبیه ماینکرافت. میگه بچه‌ها چیزایی که داخل ماینکرافت وانیلا قراره داخل این شو نشون بدیم قراره خیلی زود به بازی اضافه بشن تو چند ماه اخیر. و در مورد ماینکرافت مووی هم قراره صحبت کنن توی لایو ظاهرا. یس جب عشقم. جب بچه این دیولپر اصلی ماینکرافته. بچه‌ها قراره ظاهرا ماینکرافت یه سری آپدیت کوچیک‌تر بده و یه سری انگار میدونید سبک آپدیت‌ها قراره تغییر کنه. جزئیاتی در این مورد نگفته ولی ظاهرا توی این لایو قراره جزئیاتش رو بگن. بچه بعد از این ویدیو یه ویدیو میذارم تمام جزئیات رو بررسی میکنیم. فعلا فقط ببینید. فعلا ریاکشنه. هاردکور مود داخل بدراک قرار بدن، منطقیه بعد از 20 سال. آره باندلا رو هم قرار بدن. بچه این سری باندل قبلا ماینکرافت داشت که توی نسخه اصلی بود، یعنی ولی بعد براش یه دونه تیکو فعال می‌کردی داخل ماینکرافت، یعنی در اصل جزئی از بازی اصلی نبود. الان ظاهرا قراره بشه جزئی از بازی اصلی و باندلا بیان داخل بازی. حالا در مورد این بعداً صحبت می‌کنم. بچه ماینکرافت هاردکور توی بدراک ادیشن نبوده قبلا و هنوزم نیست. نمیدونم چرا اینقدر براشون سخت هاردکور رو توی ماینکرافت بدراک درست کنن، ولی ظاهرا قراره تو آپدیت های بعدی بالاخره هاردکور بیاد توی ماینکرافت بدراک و قراره سخت تر از هاردکور عادی باشه. ظاهرا هاردکور معمولی قرار نیست باشه، قراره یه چیز جدیدی باشه. شاید بچه‌ها اگه هاردکور ماینکرافت بدراک اومد یه سری ازش درست کنم، یعنی یه سری بدراک ماینکرافت هاردکور. و بچه‌ها باندل دقیقاً همینه که داره نشون میده. باندلی که قراره اضافه بشه، یه سری آیتم میتونید بذارید داخل باندل. راههای مختلفی هست که بتونید از باندل استفاده کنید. میتونید باندلاتون رو رنگ کنید، میتونید داخلش وسایل مختلف بذارید، میتونید مثلا باش داستانهای مختلف درست کنید. کلا داره میگه ممکنه به درد بخور باشه و استوری محور بیشتر باندل. وای ویلیجر نیوز. این ویلیجر نیوز بچه‌ها خیلی باله. ویلیجر قرار اخبار بگه. او مای گاد. اسم ویلیجر رو گذاشتن مثلا شماره 5 شماره 15. این ویلیجر شماره 15. میگه تو در مورد اخبار دروغ گفتی؟ ما قراره بریم داخل این جنگل و بفهمیم که هیچ هیولایی داخلش نیست. همون لحظه بیچ اومد. خیلی خوب. کسانی که برن داخل اونجا هیچ وقت بر نمیگردن. خب الان این ویلیجرها میخوام برن داخل جانگل، مثلا بفهمن که داخل جانگل مانستر وجود نداره. میگه هیچ کدوم از اونا به نظر اینجا نمیان، دارن دنبال زامبی میگردن.
حساب کن. anyone feel like we're being watched? I hope so. We need فکر to می‌کنی یکی داره نگاه میکنه؟ Did anybody hear that? Hear what? پس چه صدای اونو؟ Creaking. I'd say it was Creaking. crunching. Hey wait, where's villager number 31? Is that XP? Ah, the monster got him. Oh, no. او مای گاد، نکنه قرار ماب جدید داخل اینجا معرفی کنه. کریکینگ اسم ماب جدید نبود؟ هی همچین حسی دارم نسبت And بهش. sign that says I'm villager number 31. یه sign Help me. اینجاست. I'm being attacked by a monster. It's circumstantial at best. یکی اینجا ویلیجر شماره 31 اینجا یه تابلو گذاشته گفته من توسط یک موجودی مورد حمله قرار گرفتم. اشوا. I thought he said there were monsters. Yeah, where's the monster? All right, we've been here for a while and we haven't ما خیلی seen وقت any اینجا monster. موندیم و هیچ مانستری ندیدیم. Which way was that again? Oh no, we're lost. نه ما گم شدیم. نه. Way back. Villager number 47. راه خروج کدوم طرفه؟ Photographer. Where's villager number 47? دارن دوباره کارتوگرافر میگردن که مسیر رو پیدا کنن. Maybe there is a monster. کارتوگرافر کشته شده پشما. دیگه نمیتونن مسیر خونه رو پیدا کنن. اولی شت. Villager number 5. اون قراره ما رو بگیره. There's a flicker group. I stand by the notion that there are no monsters in the woods. یک هیولای جدید داخل درختاست. Run away now, but چقدر عجیبه هیولای بچه‌ها. هیولای داره ایکس پی دراپ میکنه. چقدر عجیبه. behind that tree. اگه دقت کنید همینطوری که داره راه میره همینجا ایکس پی داره دراپ میشه. چقدر Oh, villager number 9. ویلیجر رو کش ایکس پی دراپ کرد. Is anybody there? همه ویلیجرها مردن. کریکینگ. بچه‌ها قرار بازی یک هیولا یا یه ماب جدید اضافه کنه که ظاهرا یه ماب ترسناکه. اینم الان در مورد همون بود. ماب ترسناکه رو داره توضیح میده. میگه بیاین نگاه بندازیم چجوری فیلم ماینکرافت رو درست کردیم. الان اینا دارن صحنه‌هایی رو نشون میدن که چجوری ماینکرافت مووی درست شده. واقعا به نظر من که خیلی آفرین با اون فیلمی که درست کردیم. We first started talking about making a movie. وای این شخصیت تو over a اصلا decade ago. اصلا خیلی حس عجیبی دارم نسبت به بچه‌ها. فیلم ماینکرافت خیلی بد بود. یعنی اصلا در حدی نبود که بتونم در موردش. آخه نکنید بچه‌ها هندونه‌ها رو مثلا اینا قرار هندونه ماینکرافت باشه. هیچ ربطی نداره. فقط مربعی هندونه که مربعه همین. استیو اون شکلی نیست لعنتی. استیو اصلا خورد می‌کنه باورش نمیشه. وای واقعا این شانستون اینه که این فیلمو درست کنید. واقعا چی میشه اگه داخل دنیای ماینکرافت بیدار بشیم؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ اصلا بچه‌ها ایده خوبی نبود. به نظر من ایده این که انسان بزنن توی فیلم ماینکرافت اشتباه بود. مثلا فیلم ماریو هم بچه‌ها وجود داشته و تو فیلم ماریو مثلا انسان وجود نداشته. انسان‌ها شخصیت‌های توی ماریو بودن. به نظر من انسان‌های توی اینجا هم باید شخصیت‌های خود ماینکرافت باشن. یعنی مثلا چه می‌دونم الکس و استیو رو باید نشون دادن مثلا با هیرو برای چیزی. حالا هیرو برای آقا بگه قبول ندارم اوکی. استیو و الکس باید باشن. دلیل این که اومدن آدم توش گذاشتن رو نمیفهمم. استیو وای استیو اصلا خوب. بذار نظراتو بخونم. نظرات باید جالب باشه. این نظر من کامنت ها میاد. آیم استیو همه دارن تو کامنت ها میذارن آیم استیو. همه دارن ال میذارن. واقعا افتضاح بود. یعنی لایو اکشن مووی بهتر از این نمیشد. اگه میشد زیرنویسش رو فعال کنیم خیلی خوب میشد ولی زیرنویس رو نمیتونم تغییر بدم. We've always said that Steve isn't really a character. Like Steve is what you make him, right? Yeah. And we've all embodied. آره استیو کاراکتر نیست. کاراکتری که تو میسازیش. So our Steve in this movie is Jack Black. آره استیو ما داخل فیلم جک بلکه. این خیلی چه ربطی به استیو؟ من نمیدونم جک بلک چه ربطی به استیو داره. یعنی مثلا چی دیدن داشت به استیو شبیه بود؟ چاق که نیست، ریش که نداره، هیچی نیست. یعنی تازه این اصلا ماینکرافت هم بازی نکرده بودن تا حالا. اینا آوردنشون دم یه جا بهشون ماینکرافت یاد بدن اول قبل که برن تو دنیا. خسته نباشید. حداقل 4 نفر می‌آورید ماینکرافت رو دیده باشن از قبل. حداقل بدونن قضیه ماینکرافت چیه. آره جیسون مومو قطعا خوبه. جیسون مومو رو براشون تبدیلش کردن به پلنگ صورتی. آخه جیسون مومو رو چه گنگیه، گنگو ببین. بعد این گنگو تبدیلش کردن به پلنگ صورتی. من بعد چی بگم الان؟
این کرافت تیبله. You place these آه elements, اینا رو میذاری اینجا patterns, and و یه دونه میزنی ساخته میشه. درسته. you got yourself a sweet blade. آره یه دونه شمشیر You wanna see ساختیم. a blade? I'll show you a blade. من شمشیر رو بهت نشون میدم. اینجا همون جایی بود که همجور رندوم میپاشه وسط یه چیزی میسازه. Buckets are useful here. When we were designing crafting and Whoa. talking about what should it look like. پس بگو همینجوری ریخته بوده وسط واقعا، همینجوری ریخته بوده، همینجوری زده بوده که یه چیزی در بیاد. خب پس الان منطقی شد بچه‌ها چرا انقدر اون تکسچری که داشت درست میکرد عجیب بود. به خاطر این بود که واقعا همینجوری فقط ریخته بود اون وسط چیزی بلد نبود. این منطقیه. خب همچنان این بد بودن آنکرافت مووی رو توجیه نمی‌کنه. به نظر من نباید این شکلی می‌ساختنش. باید ربطی به بازی می‌داشت. مثلا اون بچه‌ها تیکه‌های آهن رو در تیکه آهن گذاشتن واقعا به نظر جالب نیست. باید تکسچر ماینکرافتی بهش میدادن. مثلا این تیکه‌های آهن مربعی چه ربطی به ماینکرافت داره؟ جب رفته بوده واقعا اینجا و داشته توی این ساختن بهشون کمک می‌کرد و بهشون نگفته که یه ذره شبیه باید باشه به ماینکرافت. الان این چه ربطی به خاک ماینکرافت داره؟ این درخت‌ها چه ربطی به ماینکرافت داره؟ کدوماش شبیه ماینکرافته؟ پس بچه‌ها واقعا این مکان‌ها رو ساختن، یعنی خیلی از این مکان‌ها رو داخل بازی واقعا ساختن، یعنی همه این خونه‌ها و اینا اکثرش ساخته شده است. جالب شد. اینجا رو ببین، قرار چه صحنه‌های جذابی ببینیم. معجونا رو شمشیر. جالبه. بذار الان نظر رو اینا نظر الان میبینم خیلی جالب میشه الان نظرات. چقدر جذاب بود صحنه آخر فایتینگشونه. هنوزم نظرها همونه، همون نظرها همون ال قدیمه. نظر منم واقعا همینه، یعنی واقعا اینکه حالا ساختن یا هر چیزی توجیه نمیکنه این قضیه رو که فیلم بده. بچه فیلم میگم دلیل بدیش چیه؟ نه اینکه بد باشه، خب فیلم دیگه در صورت هر فیلمی یه خوبیایی داره. بدیش بچه‌ها اینه که ربطی نداره به ماینکرافت. مثلا آهنا چه ربطی به ماینکرافت داره؟ مثلا تکسچرها هیچ شباهتی به ماینکرافت نداره، فقط به ماینکرافت فکر کردن، یعنی اینجوریه که ماینکرافت مربعیه دیگه پس بسازیم. اصلا فکر کنید اگه مثلا فیلم ماینکرافت توی یه همچین گرافیکی درست میشد، توی اینجور دنیایی بود، چقدر جذاب‌تر بود؟ یعنی توی خود دنیای ماینکرافت بود. من به نظرم خیلی جالب‌تر میشد تا اینکه آدم بیارن توش اینجوری داغونش کنن. نمیگم انیمیشن باشه، میگم مثلا واقعا میتونه آدم باشه داخلش ولی همین گرافیک باشه. چون خیلی میگن نه، ولی من میگم اینجوری جالب‌تر میشد. اصلا هم نظرم سخت‌تر البته راحت‌تر هم بود ساختنش، اینقدر لازم نبود گرافیک بدید بهش. And now it's time to reveal our completely new drop. آها قراره. اوه چقدر جالب بچه. اوه درختای سفید بچه، اینا رو قبلا بهش اشاره کرده بود. یک جنگل مرده، چقدر جالبه. اوه پیل گاردن بچه، اسم این بایوم پیل گاردنه. پس یک بایوم مرده است که یه سری چوب سفید تور داره. این چوب سفید مرده خیلی ترسناکیه، تم ترسناکی داره. وقتی که شب میشه قراره یه چهره جدید از این مکان رو ببینید. قراره خیلی ترسناک باشه این مکان. قرار بفهمی که هیچ شما تنها نیستی، قرار یه چیزی اونجا همراهت باشه. یه موجودی قرار داخل اینجا اضافه بشه، یه موجود ترسناک. بچه‌ها یه مکان ترسناک توی ماینکرافت واقعا کم داشتیم، چون واقعا ماینکرافت جای ترسناک نداشت. تقریبا بایوم همه دوستانه بود. مثلا تصویر بایوم سوامپ اسلایم داره. اسلایم خیلی موجود ترسناکیه و الان اگه اینجا یه سری موجود ترسناک اضافه کنن خیلی بهتره. شده زیرا صاف کنم. چه گیم پلیه؟ خب پس بچه‌ها ایده ویدیو جور شد. 100 روز زندگی در بایوم ترسناک ماینکرافت.
the creaking. کریکینگ پشمام یس First tree like یک creature, ما and به it's ترس almost like it's camouflaged چقدر in the خوبه pale پشمام garden. And when it's dark, it's not خیلی خوبه این hard to see it except those باور that نمیشه really save این چه eyes. کوفتیه Yeah, and it also وای این interacts خیلی with those این trees, خیلی which is خوبه super fun. این Yeah, ماینکرافت داره I'll برمیگرده show you a بچه‌ها book ماینکرافت that داره has a برمیگرده connection. ماینکرافت is alive When you چقدر approach باحاله the این creaking, زر you میزنه can بهش actually نمیمیره realize that it doesn't take any damage, and when دمیج you try to hit نمیخوره it, it points you somewhere in the canopies. That's where basically دمیج the creaking نمیخوره happens. And چجوری ما پس بکشیمش دمیج بچه‌ها نمیخوره و ظاهرا انگار نمیتونیم اینو بکشیمش یعنی تنرایی که داریم داخل اون بایوم اینه که ازش فرار کنیم اگه بهش نگاه نکنیم میاد سمتمون بچه‌ها ما این ایده رو داخل فنف هم داشتیم یه سری چیزا بودن که وقتی بهشون نگاه نمی‌کنیم میاد سمتمون الان تو ماینکرافت خود موجانگ هم منتشرش کرد خیلی خوبه این Really comes with a new combat challenge. or آها mechanic. بچه یه The بلاک wolf in the قلب wood دارن actually اینا to داخل destroy جنگل the بلاک heart قلبش رو block باید to پیدا actually کنیم kill وقتی the بلاک رو creaking بکنیم and این also میمیره press خودش that the دمیج creaking نمیخوره column. چقدر So, جالب don't بذار کامنت ها رو بخونم کامنت ها خیلی I really عجیبه like the sandboxiness of the creaking heart. So if I use silk touch, you obtain it and then هولی you can place it anywhere جیزس you این want in the خیلی Minecraft باحاله world. بچه قلباشون یه همون چیزای شبیه قرمزاست که دیدیم اون قلبا رو بکنیم میمیره عادیاً نمیتونیم بزنیمش بچه ایدهش جور شد تمام شد 100 روز زندگی در بایوم ترسناک ماینکرافت خب بچه قبلا یه سری مودای ترسناکتر خیلی خفن از ماینکرافت اومده و فکر کنم دلیل اینکه ماینکرافت این اضافه میکنه همون موداست چون مودا خیلی گاد بود و خفن بود اما ماینکرافت اومده خودش دستکار شده یه ویژگی ترسناک بازی اضافه کرده با این ماب این داره صداهاشو درست میکنه بچه‌ها داره با چوب و اینا سعی میکنه صداهای اینا رو درست کنه کنید این روند درست کردن صداهای داخل بازیه صدای صندلیشو براش گذاشته رو کریکر این صدای تکون خوردن صندلیشه یه صدا شبیه استخونه انگار استخون داره خورد میشه چقدرم چوباش باحاله چوباش یکی از چوبایی که واقعا نداشتیم تا داخل بازی یعنی اون چوب سفیدا اصلا سفید نبودن این چوب سفیده و سفیدش هم خیلی سفید میدونی منحصر به فرد سفید مات خیلی خوشگله یعنی اصلا ایده های بیلد رو میتونه کاملا جابجا کنه خیلی قشنگه بچه‌ها این واقعا یکی از قشنگترین بعد از اون صورتی هم خیلی خوشگل بودن این فکر کنم که بهترین چوبا بشه پشمام چقدر جالب بچه‌ها اینا وقتی این چمناشو میذاریم روی زمین انگار یه تکسچری خودش به این اطراف میده ایده هاشون بچه‌ها از اینا بوده از این درخت خاکستری طوره بوده و اومدن اینا رو باهاش درست کردن جالبه آره خیلی زود قراره داخل استپستا بیاد بچه‌ها مثلا اینکه اومد قراره بازی کنیم اوه الان بریم ویلیجر رو با کارشون به اون لعنتی چیه آره آره میگه قطعا یه دونه یه موجودی داخل درخت هاست که شبیه چوبه و صدای چوب میده ویلیجر اومد قلب گذاشت درخت چقدر تکسچرش با حال مابه بچه کلا تکسچرش با تکسچر همه مابا که دیدیم فرق داره یه شبیه اندرمنه آفرین میکنه آفرین انگشت 60 خدمت به تو خوک داره برامون شک میزنه عالیه قورباغه میاد تموم شد افتر شو الان داریم بچه یعنی بعد از نمایش الان قرار بچه برن بایوم پلگاردن رو با هم دیگه ببینن توی روزش داخل خود این سالندهای ماینکرافت دارن میرن که بایوم با هم دیگه ببینن بچه ببینید این شکلیه دقیقاً این بلاک قراره اینطوری باشه نکنین وقتی بون میل بزنیم اینطوری این چی بهش بگم این شاخه هاش روی بلاک بغلیش میاد بالا نمیدونم چه اسی براش بذارم اونقدر ترسناک نیست فکرشو میکنم فقط چرا اون سایه لعنتیش چرا دایر است اون سایه نباید دایره باشه اون این هیچ ربطی به دایره نداره منطقی نیست این ماینکرافت چقدر خوشگله باحال ترین چیزی که دیدم یه پای بچه‌ها لاغری داره بدنش نگاه کجه انگار مثلا یه چوبیه که تیکه شده یه قسمتش و یه سر عجیب داره چشاش خیلی باحاله بچه پارتیکلا نشون میده که قلب این کریکینگه دقیقاً کجاست الان نشون میده که اون بالای قلبش وقتی بریم قلبشو بزنیم میمیره اگه بهش نگاه نکنی میاد سمتت اگه بهش نگاه کنی وای میسته این سیستم داخل فنف هم بود کسایی که بدونن یه سری ربات بودن دقیقاً همین شکلی بودن خیلی جالبه
رباتای داخل FNAF دقیقاً همین شکلی بودن، یعنی اونا هم یه چیز تکسچر نداشتن انگار. وقتی بهشون نگاه نمی‌کنی میدن سمتت و اینم دقیقاً همونه. میشه بشه فردی اضافه کنید؟ اگه فردی اضافه کنید ممنون میشم. ترکیبشون واقعا افتضاحه، یعنی با این سبک ترکیب رنگی که انجام دادن خودشون افتضاحه، ولی مطمئنم بیلدرهای ماینکرافت قراره خیلی چیزای جالبی با این بیلدا بسازن. احتمالاً حالا وقتی که آپدیت منتشر یه سری از بیلدای با این چوبا رو بچه براتون توی یه ویدیو میذارم. بچه داخل کامنت ها برام بنویسید حتما که از این مابه خوشتون اومد یا نه، چون به نظر من جالبه. چقدر جالب داشت سواره. و بچه اینم از این ماینکرافت لایو تموم شد و به نظر من خیلی باحال بود. حالا کامنت ها خیلی نظر منفی داشتن، ولی به نظر من کیرکینگ فوق‌العاده بود، بایوم فوق‌العاده است. بالاخره ماینکرافت داره به خودش میاد. و بچه‌ها نکته که هست اینه که ماینکرافت گفته قرار آپدیت ها بیشتر بشه، یعنی آپدیت قرار نیست برای یه سال آینده باشه، قرار این آپدیت باشه دوباره 2 ماه دیگه باشه دوباره باشه قرار اینطوری باشه. و دقیقاً دلیل ساخت این چنل بچه‌ها همینه، چون قرار ماینکرافت آپدیتش خیلی بیشتر کنه، قرار اخبار ماینکرافت بیشتر داشته باشیم. و اونجایی که من دارم سعی می‌کنم ماینکرافت رو به سخت‌ترین حالت ممکن بازی کنم، شاید بچه‌ها ریاکشن من براتون باحال باشه که چه ریاکتی دارم به این لایو. ولی من امیدوار بودم داخل اند باشه این بایوم. اگه یه بایوم اندی می‌کردنش هم به استایل اند خیلی بیشتر می‌خورد، همین که اصلا باحال‌تر بود تو اند. این مابا هم شبیه مثلا یه سری مابای داخل اند دیگه، یعنی شبیه اندرمنه، یعنی حالت اندرمن طوری داره. فوق‌العاده بود، یعنی بدون مشکل میشد. تنها مشکلش اینه که هنوز اندو دست نزدن. امیدوارم بچه‌ها از این ویدیو لذت برده باشید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. 1 ساعت شد ماینکرافت لایو. من احتمالاً خیلی از جا رو کات میکنم و الان که دارید دیدید دیگه تموم شده. الان چی دارم میگم؟ احتمالاً بچه‌ها تا پس فردا نمیدونم تا کی یه ویدیو میذارم بررسی کامل میکنیم اینو. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. تا ویدیوی بعدی گودبای مای الله.